میذاشی جلوت. مردم من غلط کردم به فردوسی، نقدی کردم، توهینی کردم، هر چی تموم میشد. من ازش عذرخواهی نمی‌کنم، چون من از شوخی کردن عذرخواهی نمی‌کنم. همه شوخی‌های جهان قراره یه عده آدم رو ناراحت کنه. شما فکر کنید هر کسی که در هر جای جهان شوخی میکنه همه میگن واو چه شوخی، همه بهشون بر میخوره. اصلا ذات استندآپ کمدی اینه که تو یه عده رو ناراحت کنی، بهشون بر میخوره و ناراحت میشن. نه، من بر خوشایند کسی عذرخواهی نمیکنم. شوخی باید بپذیرید برای اینکه به تمدن برسیم و بلکه بتونیم پیشرفت کنیم. قدم‌ها رو تا کی باید بذاریم عقب بریم جلو؟ این همه سال ما جامعه سنتی و بسته‌ای بودیم، به چی رسیدیم؟ ما از دوگم بودن و تعصب داشتن و سنتی رفتار کردن به چی رسیدیم؟ درود بر شما. این بانو گویا حتی کار خودش رو به درستی نیاموخته، نمیداند فرق است میان توهین و طنز، فرق است میان بی احترامی، بی حرمتی به یک ملت و اجرای طنز و نقد یک اندیشه، یک فکر و با پررویی تمام، وقاحت تمام در پیشگاه مردم میگوید که عذرخواهی نمی‌کنم، بایستی شما جنبتون رو ببرید بالا. شما نمیدونی که توهین کردی، این رو درک نکردی، گویا ناسزای به یک اسطوره، ناسزای به یک شاعر ایرانی این طنز نیست. گویا دانسته و عامدانه بود حرکت شما، چون کسی که نادانسته کاری را انجام میده میاد عذرخواهی میکنه. یک اشتباهی کردم و در صدد جبران اون برمیاد، ولی گویا شما دانسته بود این حرکتتون و میان توجیه میخوایم بکنید. میگوید تا کی ما بخوایم درگیر تعصبات باشیم. ببینید کسی منکر این نیست که در بعضی امور تابو شکنی خوب هست، ما منکر اون نیستیم، ولی ناسزا گفتن، بی احترامی کردن به تمدن، فرهنگ نبیگانه که اون هم اشتباه هست، به تمدن خودت، این سراسر نادانی است. اگر نمیدانی بدان شما در نادانی خودت غوطه‌ور هستی، غرق شدی در ندانستن و صرفاً ادای روشنفکرها رو میخوای در بیاری. حتما برو بخوان، حتما برو مطالعه کن. روشنگری، روشنفکری، اینها این نیستش که بیای یک اسطوره رو قرار بدی، یک شاعر رو، یک شخصی رو قرار بدی و این رو شروع کنی به ایراد گرفتن سراسر دروغ و کذب و توهین کنی، فحش بدی، بعد بیای بگی من دارم تابو شکنی میکنم. شما بیخود میکنی، تابو شکنی میکنی.